هر دیدار میبینیم خود زحمت میکشی، امتیاز از دقایق آخر گرفتی، فکر میکردی بتونی امتیاز دوم را هم بگیری چون 2 دقیقه به ختم بازی مانده بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله دیگه هم ولایت ها کلمون یک برادر وارثیم. اومدین ما چانس که یاری نداد، اگر با ما میشد یک قطره خون داشت دادم ملش نمیکرد. بسیار زحمت خدا کردم که حالی پروردگار که نداد دیگه. من در پیش مردم با شما تو کم است. عشق و علاقه‌ای که با بزکشی داری و محبتی که با بزکشی داری با ولایت داری، مردمت بیشمار در میدان آمده بود و خودت دوست دارن، خودت تشویق میکنن. هر هواداری که در اینجا حضور داره خودت با جان و دل از صمیم قلب دوست دارن، یعنی تشویش نداشته باش. سالهای بعدی هم از هوادارا را هم میبینین که یعنی محبتشون به نجیب مختار ابراز میکنن، یعنی دوست دارن. تشویش نکن نجیب، بازی های بعدی هم طبیعی است دارن در مقابل. اطمینان میتین به هوادارانتان تا بتونید حداقل در 2 بازی خود به پیروزی برسین؟ تا ما گفته ایستیم که ما در زندگی باخت قبول نمیکنیم دیگه. حالی 2 بازی دیگه داریم. ما که نمیگیم که یک قطره خون داریم که ما در زندگی لا نمیکنیم. حالی که چانس که یاری که نمیته یا توکل به خدا ما که لا نمیکنیم در زندگی. تیم بازیکنانتان آماده هستند؟ چون بازیکنانتان امروز خیلی زحمت کشیدن، در کنار خود ما شاهد بودیم. یعنی بازیکنانتان آماده هستند تا بتونن در بازی بعدی خوب بدرخشن؟ توکل به خدا. همدلمون جنگ میکنه، خودمون هم جنگ میکنیم. خیلی که پروردگار کمکاری نکرد دیگه. بینان آخرین پرسش از هوادارانتان، از با مردم بدخشان چی گفت، چی خواهش دارید؟ تشویق کنن چی کنن؟ ما در مردم ما میگیم که در زندگی دلشون در باغ قبول نکنه. ما در پلوشون استادیم می ملت که اومده ای پشت سر ما دیگه. ما بسیار ای پیش مردم بسیار خوش هستم. سپاس نجیب، چانس خوب میخوام در مسابقه بعدی. تشکر. نجیب مختار پهلوان که در برنامه البته احساساتی هم شد، محبت خودش